درباره شب براءت مختصرا صحبت میکنیم، اگرچه در این مسئله ما صحبت طولانی کردگیم. امام ترمذی رحمت الله علیه در سننش که کتاب حدیث هست باب قائم کرده است، باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان، باب درباره آنچه که درباره شب نیم شعبان یعنی شب 15 شعبان آمده است. این شب را لیلة البراءت میگویند، شب براءت، یا در اصطلاح ما و شما شب برات، شب آزادی از آتش دوزخ. اگرچه بعضی از سندهای این حدیث ها ضعیف هستند، لیکن بعضی از سندهای دیگرش صحیح هم هستند. چنانچه علامه کشمیری رحمت الله علیه در شرح ترمذی به نام العرف الشذی می‌فرماید که در فضیلت این روایت های صحیح آمده است و به طرز عموم علما می‌فرمایند که این شب اصل دارد. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث را از ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها نقل میکند. میفرماید که یک شب دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بستر مبارکشان نیستند. بنابراین از خانه بیرون شدم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در جنت البقیع یافتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برایم گفت که ای عایشه، فکر کردی که پیغمبر خدا برایت ظلم کرده است؟ گفتم که نه خیر، بلکه فکر کردم که شاید برای حاجت به نزدی کدام مادر مؤمنان رفته باشی، به خانه دیگرت رفته باشی، بنابراین از خانه برآمدم برای جستجوی شما. فرمود که ای عایشه، این شب هست که خداوند متعال رحمتهای خاصش را نازل می‌گرداند و در این شب زیاده از پشمهای گوسفندهای قبیله کلب که در عربها از همه بیشتر گوسفند داشتند، مردمان زیادی را خداوند میبخشد. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، سوال آمده است که آیا حدیثی صحیح وجود دارد که نصف ماه شعبان فضیلت دارد و بالخصوص شبی 15 ماه شعبان، یک شبی که در نصف ماه شعبان می آید، فضیلت خاص دارد و الله از آسمان نازل می شود و همه انسان ها را می بخشد؟ همچنین حدیث آیا هست یا نیست؟ و آیا این شب را شب برات گفته می شود یا نیست؟ البته بارک الله فیکم، امروز در بین اهل بدعت معروف است و در بین انسان های عامه که در جهالت مانده اند معروف است که یک شب را در نصف ماه شعبان، ماهی که پیش از ماه رمضان می آید، انا همین ماه، حالا ماه شعبان، میگن این شب برات است. شب برات به این معنا که شب براءت از نار است، یعنی در همین 15مین شب ماه شعبان وقتی که انسان رکعت‌های مخصوص بخواند، زنده بیدارخوابی بکند و ذکر بکند، از آتش جهنم نجات می‌یابد میگند. و همین شب را شب برات گفته همه جمع میشوند، می نشینند و بعضی از ذکرها و بعضی از نمازها را میخوانند. این عملها همه بدعت است و هیچ عملی مخصوصی در شب برات نآمده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده اند، صحابگان، تابعین، تبع التابعین، قرون المفضله انجام نداده اند. و همه حدیث هایی که در باب فضیلت یک شب از ماه یا نصف ماه شعبان آمده است، شب از نصف ماه شعبان آمده است، همه اش ضعیف، موضوع، متروک است. خیلی که شیخ العلامه سلیمان العلوان حفظه الله میگویند که همه حدیث هایی که
در باب فضیلت نصف شعبان، در شب شعبان، نصف ماه که شبش فضیلت شب نصف ماه شعبان آمده است، همه اش میگند ضعیف است و ثابت نیست. یک حدیث هم ثابت نیست. وقتی که یک حدیث هم ثابت نباشد، این دلالت میکند که این عمل بدعت است و جایز نیست. و البته حدیث های آمده است که در سنن و مسند وجود دارد. از ابی سعید الخدری روایت شده است، از ابو بکر صدیق روایت شده است، از دیگر از صحابگان به مانند معاذ بن جبل و دیگر از صحابگان روایت شده است که گویا شبی 15مین بگویم، یک شب از نصف ماه شعبان فضیلت دارد و در این شب الله از آسمان نازل می شود، تمام انسان ها را می بخشد غیر از مشرک و غیره، و رزق ها تقسیم کرده می شوند. این همه حدیث ها بله در سنن روایت شده است، در مسند امام احمد روایت شده است، در سنن بیهقی روایت شده است و در بسیار دیگر از کتاب های حدیث روایت شده است، لیکن همه اش ضعیف است. همه اش ضعیف است. یکی از حدیث هایی که نصف از شعبان را فضیلتش را بیان میکرد، حدیث از ابی سعید الخدری روایت شده است که ان الله تعالی لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر الجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. یعنی الله سبحانه و تعالی در شب که نصف ماه شعبان است نازل می شود و تمام بندگانش را می بخشد بجز مشرک و بجز بخیل. و البته سند این حدیث ضعیف است و معلول است و روایت گرفته نمی شود. و این البته این حدیث را ابن ماجه در سننشون روایت کرده اند که در روایتش ابن لهیعه وجود دارد که البته ضعیف است، و این چنین عبدالرحمن ابن عرب است که ضعیف است، مجهول است. و این حدیث را این چنین ابن حجر هم ضعیف گفته و رجال این حدیث را در تقریب التهذیب ضعیف برآوردند. بارک الله فیکم. و این چنین در مسندشان امام احمد روایت کرده اند به اسناد ضعیف، با همین اسنادی که ابن لهیعه در اینجا وجود دارد و حیی ابن عبدالله که این انسان را هم علما ضعیف کرده، و سندی که در مسند امام احمد آمده است شعیب الارناؤوط ضعیف گفته است. یعنی این حدیث ضعیف است. روایتی که از ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت شده است در فضیلت شب نصف شعبان که بیهقی در شعب الایمان روایت میکنند، البته ضعیف است و بعضور هم روایت کرده اند، البته ضعیف است، زیرا در حدیث یعنی یکی از انسان‌های وجود دارد که منکر است، ابن عدی میگند. البته ابن عدی میگن که این حدیث منکر است، چه که در کتاب میزان اللسان جلد 4 صفحه 67 ذکر شده است. حدیث منکر است. و ابن جوزی این حدیث را گفتند صحیح نیست، ثابت نیست، و ابن حبان هم و غیره. و همچنین تمام حدیث هایی که در این باب روایت شده است در باب فضیلت شب نصف ماه شعبان روایت شده است، این همه ضعیف ها موضوع و ضعیف است و صحیح نیست و ثابت نیست. منهج اهل سنت و الجماعت این است که یک عملی که با حدیث صحیح ثابت ثابت نشد، پس این عمل رو انجام نمیدهند و انجام دادن این عمل رو بدعت میگویند. دین ما همین است. اگر یک عمل رو شما مستحب بگویید، باید حجتی صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشید. شب برات را فضیلت دار بگویید، تمام گناه ها بخشیده می شود بگویید، ذکر کردن و عبادت کردن و صدقه نماز خواندن وجود دارد بگویید، رزق تقسیم می شود بگویید، مرحمت دلیل بیارید. و 10-12 حدیثی که در این باب آمده است همه اش ضعیف است و دین ما از ضعیف گرفته نمی شود. بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگیم شب برات این یک بدعت است و انجام دادنش برای اهل توحید جایز نیست و مسلمان ها باید از این عمل دست